ناراحت شدن و کلافگی همه چیز را خراب می کند. اما با حفظ آرامش می توان هر چیزی را درست کرد. با حفظ آرامشمان جنگ را برنده می شویم. یاد بگیریم آرام و شاد باقی بمانیم. بیاموزیم در هر شرایطی ثابت و آرام بمانیم. برخی چیزها را می توانیم با کلاممان به دیگران تعلیم دهیم، اما بیشتر امور را ما با رفتارمان به دیگران آموزش می دهیم. فرزندان ما رفتار ما را نگاه می کنند. در برابر کسانی که به ما زخم زبان می زنند یا آزارمان می دهند یا حتی در موقعیت‌های ناگهانی، همیشه اولین قدم باید حفظ آرامش باشد. برای کسب آرامش باید به دنبال آن باشیم. باید صلح‌جو باشیم. خیلی ها آرامش را می‌خواهند، اما حاضر نیستند که سهم خودشان را انجام دهند. گاهی باید برای برقراری صلح و آرامش از کسی عذرخواهی کنیم. گاهی باید سکوت کنیم. گاهی باید نادیده بگیریم. بدانیم حفظ آرامش از به کرسی نشاندن حرفمان مهمتر است. آرامش در مشکلات یعنی به خدا اعتماد داریم تا او برای ما بجنگد و جایی که خدا بجنگد یعنی شکست دشمن. خدا میگوید باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. پس ساکت باشیم، خودمان را کنترل کنیم، فرصت دهیم تا خدا نشان دهد که چه کارهای عظیمی می کند. اگر خودمان دست به کار شویم تا همه مشکلات را حل کنیم، تا جواب همه چیز و همه کس را بدهیم، قدرت معجزات او را نخواهیم دید. باید دست خدا را در زندگیمان باز بگذاریم. آرامش داشتن یک احساس قشنگ نیست که ازش لذت ببریم. آرامش داشتن یک جنگ روحانی است. کفش صلح و آرامش را به پا کنیم. شاید لازم باشد در همه جای خانه و محل کارمان برچسب و یادداشت نصب کنیم که آرام باش، سکوت کن. وقتی اجازه می دهیم حرف کسی یا شرایطی ما را عصبانی کند، در حقیقت کنترل خودمان را به دست آنها داده ایم. همیشه در بروز اتفاقات صبر کنیم. وقتی صبر نداریم یعنی یک جای کار خراب است. سلامتی یعنی آرامش بر دلهای ما مسلط باشد. حواسمان باشد در عصبانیت‌ها به دنبال تنبیه کردن فرزندانمان نباشیم. در عصبانیت‌ها تصمیم گیری نکنیم. جواب ندهیم. صبر کنیم و با حکمت رفتار کنیم. قبل از اینکه هر تصمیمی بگیریم، بگذاریم احساساتمان فروکش کند. بعد تصمیم بگیریم. به خودمان وقت بدهیم تا آرامش بر افکار ما مسلط شود. آرامش بر زبان ما مسلط شود. این گونه بر دشمن پیروز می شویم. در ناراحتی ها تقصیر را به گردن دیگران نیندازیم. اگر آرام بگیریم و دیگران را سرزنش نکنیم، خداوند به همه ما راهکارهای تازه نشان خواهد داد. خدا سهم خودش را در زمان آرامش ما انجام می دهد. پس با آرامش در کلام، در دل و در رفتارمان پیروزمندانه زندگی کنیم.